سلام، امیدوارم که حال دلتون شیرین باشه. به کلبه کیک خوش اومدید. امروز اومدم با یک کیک تابعی فوق‌العاده راحت و سریع برای مواقعی که تصمیم میگیری کیک درست کنی و حوصله همزن و یا فر نداری و یا حتی مواقعی که توی طبیعت و بیرون از خونه هستی و به این وسایلی که گفتم دسترسی نداری. این کیک فوق‌العاده داخل تابه و روی شعله گاز یا حتی پیکنیک میتونید درستش بکنید و طعم و مزه خیلی خوبی بهتون میده. امیدوارم که درست کنید و ازش لذت ببرید. بریم ببینیم که چه موادی نیاز داره. بزن بریم. مواد مورد نیاز برای این کیک خیلی خوشمزه عبارتند از آرد، بیکینگ پودر، شکر، وانیل، روغن مایع، تخم مرغ، یه مقدار کره، شیر و موز حلقه خرد شده. میزان دقیق مواد رو در دیسکریپشن براتون مینویسم. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا یه دونه تخم مرغی که داریم رو به همراه شکر و وانیل و شیر که تو دستور هست با هم دیگه مخلوط میکنیم تا کاملا دونه های شکر حل بشه و دیگه ما دونه شکر نداشته باشیم. وقتی که دونه های شکرمون حل شد روغن مایع رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. در همین حد کافیه، فقط باید روغن و مواد جذب هم بشن. حالا نوبت مواد خشکم میرسه. آرد و بیکینگ پودرم و حالا میتونید یک کوچولو حتی نمک در حد 1 پنس اضافه کنید که بافت کیکتون بهتر بشه. من یک کوچولو هم نمک اضافه میکنم و اضافه میکنم به مواد در حد اینکه 1 دست بشن مخلوط میکنم. وقتی که مواد کاملا با هم مخلوط شدن و دیگه هیچ گلوله آردی داخل موادمون نبود، به این صورت دیگه این بافت کیکمون آماده است. اگر دوست داشتید کیکتون شکلاتی باشه میتونید 1-2 تا قاشق چایخوری هم پودر کاکائو به موادتون اضافه بکنید و کیک شکلاتی داشته باشید. این مواد آماده است. بریم که بریزیم داخل تابه و بذاریم روی گاز. برای ریختن داخل تابه ابتدا کره رو داخل تابه آب میکنیم. کره که ذوب شد روی کره شکر میپاشیم و موزها رو میچینیم کف تابمون. حالا نوبت مواد کیکمون هست که میریزیم روی موزها. و کامل موادمون رو 1 دست میکنیم. این مواد دیگه الان آماده است و میذاریم روی شعله ملایم گاز. حتما شعله پخش کن بذارید و دم کنم بذارید در تابه و حدودا نیم ساعت بهش زمان بدید تا کیکتون آماده بشه. بعد از آماده شدن میام و بهتون نشون میدم. خب اینم کیک خوشمزه و خوشبافت که داخل تابه و روی شعله مستقیم گاز درست کردم. بعد از حدوداً 25 دقیقه الی نیم ساعت با تست خلال دندان وقتی مطمئن شدین که کاملا خلال دندان تمیز در میاد و کیکتون کاملا پخته، میتونید کیک رو از روی شعله بردارید و صبر کنید تا خنک بشه. موزها رو میتونید بیشتر به دلخواه خودتون بذارید. حالا من موزهام وقتی که
مواد کیک رو میریختم رفته کنار. شما اگر آرومتر بریزید موزها همین وسط هم میمونن، ولی خب ببین مشخصه کاملا. اگر بخوام یه تجربه از طعم و بافت این کیک بهتون بدم، یه بافت کاملا پنبه خوشمزه در کنار عطر شکر کاراملی شده و موز داره که مطمئنا اکثر افراد میپسندن این طعم رو. بافتش هم بهتون نشون بدم که اگر خواستید درست کنید بدونید چه بافتی داشته باشه. البته من طبق معمول همیشه کیکم هنوز داغه و هنوز خنک نشده، ولی خب ببینید چه بافت خوبی داره و حالا لایه موزی که روش کارامل شده و عطر خیلی خوب و طعم خیلی خوب کیکم میده. ببینید چه بافت بی‌نظیری داره، بافت کاملا پنبه‌ای. و اگر که باز کیک های ساده و حالا این مدلی رو میپسندید، من کیک یک تخم مرغی و کیک حتی بدون تخم مرغ رو بهتون پیشنهاد میکنم که اونا هم کیک های فوق‌العاده سریع و راحت و خوشمزه‌ای هستن. امیدوارم که این کیک رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بگید، مطمئنا در اسرع وقت بهتون پاسخ میدم. و لطفا لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.